بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، دوستای عزیز، با نام السلام الله سبحانه و تعالی چه قسم زندگی بکنیم؟ بله دوستای عزیز، ما و شما فهمیدیم که الله سبحانه السلام اسم از اسماء الله الحسنا هست. وقتی فهمیدیم که السلام یکی از اسماء الله الحسنا هست، با این اسم الله سبحانه و تعالی چه قسم زندگی بکنیم؟ این قسم زندگی بکنیم که عقیده داشته باشیم که الله سبحانه و تعالی از تمام عیبها و نقصانها پاک است، در ذاتش، در صفاتش، در افعالش و در احکامش. وقتی که تمام عیبها الله سبحانه و تعالی پاک است، بناهن الله سبحانه و تعالی را اینمی قسم هیچ وقت در ذهن خود به الله سبحانه و تعالی کدام عیب یا نقصان را نسبت ندهیم. بفهمیم که افعال الله سبحانه و تعالی از عیبها پاک است و ذاتش و صفاتش و افعالش و احکامش و کلش، و به همین شکل زندگی بکنیم. دیگه فهمیدیم که الله سبحانه و تعالی شبیه و مثل نداره، یعنی سالم است از تمام مشابهت. بنابراین هیچ وقت هیچ صفت الله سبحانه و تعالی را به کدام مخلوق تشبیه نکنیم. هیچ وقت مخلوق در ذهن خود، وقتی که از الله صحبت میکنیم، او را در ذهن خود نداشته باشیم. وقتی که میایم و بحث میکنیم از صفات الله سبحانه و تعالی و میخوانیم قرآن و صفت از صفات الله بر ما بیان میشه، در صفات الله فقط ذهن ما به ذات ذوالجلال و الاکرام، ذات با عظمت، ذاتی که خالق آسمان ها و زمین است، ذاتی که ما صفات از او را کلش نمیفهمیم، ذاتی که ما افعال از او را درک کردن نمیتونیم، ذاتی که افعالش و صفاتش مربوط غیب میشه، هیچ وقت او را مشابه صفات مخلوق فکر نمیکنیم. اگر لفظا مثلا یک کلمه میایه، مثلا میفهمیم که عالم، الله عالم هست، مخلوق هم عالم است، لکن وقتی که میگیم الله عالم است، علم الله همه قسم است که به جلال و عظمت و بزرگی الله شایسته هست، هیچ وقت او را تشبیه نمیکنیم با علمی که ما مخلوقات عاجز داریم. دیروز ما یک چیز نمیفهمیدیم، امروز یاد گرفتیم. ما یک چیز کمی را میفهمم، ما یک 4 تا حدیث یاد دارم، ما یک چند آیت معنایش میفهمم. علم ناقص ما هست، بسیاری مسائل نمیفهم. هیچ وقت تشبیه باید نکنیم. پس وقتی که فهمیدیم که الله سبحانه و تعالی از مشابهت با مخلوقات در ذاتش، در صفاتش، در نامهایش، در کلش هیچ مشابه نیست، خلاص وقتی که در ذات الله سبحانه و تعالی بحث میکنیم، میفهمیم که در او عیب و نقصان و شباهت و هممثلی و ایگپانه. سوم، فهمیدیم که الله سبحانه و تعالی از او عیب‌هایی که به ما مخلوقات میرسه، از این الله سبحانه و تعالی سالم است، چون او السلام هست. یعنی بر ما عیب‌های زیادی میرسه، من مریض میشم، من تکلیف پیدا میکنم، من درد پیدا میکنم، من خستگی پیدا میکنم، خواب میگیرم، من از سینه میگیرم، مقدمات خواب میگیره، عاجزی میگیره، مثلا مریض میشم، مثلا احتیاج دارم، مثلا از تمام از او آفاتی که برای مخلوق میرسه الله سبحانه و تعالی سالم و پاک است. این قسم باید عقیده داشته باشیم و این قسم زندگی بکنیم. چهارم، عقیده داشته باشیم که الله السلام هست، به هیچ کسی از حاجت به مخلوقات چی هست؟ الله سبحانه و تعالی سالم هست. الله سبحانه و تعالی به هیچ مخلوقی ولو بسیار بزرگ باشه، جبریل علیه السلام با بزرگی خود محتاج الله هست. الله به جبریل محتاج نیست، به عرش محتاج نیست، هیچ ضرورت نداره. این اصلا باید در ذهن انسان نگرده. چرا؟ الله ذات السلام هست. این قسم باید زندگی بکنیم که من ذات را میشناسم که او به هیچ مخلوق محتاج نیست. وقتی که محتاج به هیچ مخلوق نیست، دیگه در ذهن من نباید دیگه سوالا پیدا شود. وقتی که عقیده داشتم، بسیار کل سوالا حل میشه. الله سبحانه و تعالی نه به عرش نیاز داره، نه به لوح نیاز داره، نه به پیغمبر ضرورت و نیاز داره و محتاج است، نه به ملائکه نیاز و ضرورت و محتاج، به هیچ کسی محتاج نیست. الله سبحانه و تعالی ذوالجلال و الاکرام است و سالم هست از حاجت احتیاجی که ما مخلوقات داریم. متوجه هستین؟ دیگه باید عقیده داشته باشیم که الله سبحانه و تعالی او ذاتی هست که احکامش از ظلم چی هستن؟ پاک است، پاک. هر حکمی که در قرآن آمده هست ای چی هست؟ ای از عیب نداره.
ما هستیم که نمیفهمیم، ما هستیم که درست دقیق نشدیم. اگر دقیق بفهمیم میفهمیم که احکام الله سبحانه و تعالی کلش احکام کامل و جامع هست که به نفع ما هست و هیچ در او نقصان و ظلم نیست، هیچ نیست. سبحان الله، چون الله السلام است و کتاب را فرستاده که این کتابش و احکامش سالم هست از تمام ظلم ها. و دیگه الله السلام هست به خاطر ازی که عذاب را که الله خلق کرده کسی که مستحقش نباشه و عذاب برش نمیرسه. وقتی که الله سبحانه و تعالی امی از تمامی از عیبها و نقصانها و ازیا فهمیدیم که السلام از پاک است، ایناره ای کل از این دلالت به این میکنه که وقتی الله سبحانه و تعالی از این تمام ازیا پاک است، بناهن تمام صفات کمال برای الله سبحانه و تعالی هست. کل صفاتش صفات کمال هست و این به الله سبحانه و تعالی نسبت داده میشه. و السلام ذاتی هست که هر کسی را که از بنده های خدا خواسته باشه این از سختی ها و مشکلات دنیا و آخرت حفظش میکنه. که ما و شما همیشه دعا میکنیم که یا الله یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام، اللهم انی اسألک باسمائک الحسنى، مطرب این نام های نیکت. یا الله تو ذات السلام هستی، تو ما را سلامت نگه بدار. یا الله تو ما را حفظ بکن. یا الله تو ما را از سختی ها و مشکلات و غم و درد ایای دنیا و آخرت یا الله تو ما را حفظ بکن و در پناه داشته باش. التحیات لله و الصلوات و الطیبات. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علینا. یا الله سلامتی تو بالای ما باشه و علی عباد الله الصالحین. یا الله سلامتی تو بالای تمام بنده های صالحت باشه، بالای ملائکه، بالای حمله عرش، بالای جنهای مؤمن، بالای انسانهای مؤمن، بالای تمامی از اینا. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.